امروز درباره روز صحبت میکنیم که تاریخ ایران و منطقه را و قبل و بعد خودش تقسیم کرد. با جان باختن آیت الله علی خامنه‌ای در نخستین روزهای درگیری امریکا و اسرائیل، جمهوری اسلامی وارد مهمترین و سرنوشت‌سازترین چالش تاریخ خودش شد. رهبری که نزدیک به 4 دهه معمار اصلی سیاست، امنیت و قدرت نظامی ایران بود، اما قاب ماندگار این روزها تصاویر مربوط به وداع با اوست. مراسمی که از آن به عنوان یکی از بزرگترین تشییع جنازه‌های قرن یاد میشه. این قاب‌ها در واقع پیام متفاوت به جهان داره، پیامی که نشان میده با وجود غیبت رهبر ایران، بدنه اصلی نظامی که او ساخته بود همچنان پابرجا و متحد است. در این برنامه می‌خواهیم که دقیقاً بررسی کنیم که بعد از این وداع جمهوری اسلامی ایران قرار است به کدام سمت و سو حرکت کنه. سلام، به نبض خبر از آفاق خوش آمدید. برای بحث بیشتر روی این موارد با دکتر حمیدالله مفید، استاد دانشگاه و تحلیلگر روابط بین الملل از هامبورگ آلمان وصل هستیم. سلام آقای مفید، علی خامنه‌ای کی بود و چگونه بیش از 3 دهه توانست بر ساختار قدرت جمهوری اسلامی مسلط بمانه و او را هدایت کنه؟ درود و مهر به شما کدبانو شمس، با همکاران تکنیکی و بینندگان گران ارج تلویزیون وزین آفاق تقدیم میکنم. پرسش شما را باید با گستردگی پاسخ داد. آقای سید علی خامنه‌ای که در 29 ماه حمل یا فروردین سال 1318 در مشهد کشور ایران دیده به جهان گشود، یکی از شخصیت‌های برجسته و تحصیل کرده بود که بعد از آن که آموزش آغازین و میانگین در مشهد به پایان رسید، با قم و با آموزش امور دین و تعلیمات آموزش دینی پرداخت، دانشگاه خوانده بود. آدم بزرگی بود. در سالی که با دیداری که با آقای خمینی داشت در سال 1336 با هم توافق کردن، همسویی کردن و در ساختار فکری آقای خمینی جذب شد و زمانی که آقای خمینی دوباره بازگشت به وطن کرد، باعث مسئول تبلیغ و کارهای سازماندهی پذیرایی از او گماشته شده بود. آدم آگاه و دلیر بود. در سال 1360 بنابر میاس باعث رئیس جمهور ایران، سومین رئیس جمهور ایران گزیده شد و تا سال 1368 بود. در سال 1368 هنگامی که علی خامنه‌ای دیده از جان بست، وقتی که سید علی خامنه‌ای باعث دومین رهبر مذهبی ایران گماشته و گزیده شد. آدم مبتکر با ابتکار بود. کتاب توضیح مسائل از او و اثر دیگه از به نام استفتاءات یاد میشه، از آثار است که مورد توجه و تقلید اهل تشیع 12 امامه قرار داره. سازماندهی بسیار نیرومند بود. ایران وضعیت اقتصادیش بسیار برجسته و برازنده ساخت. طرفدار خصوصی سازی بود و بخش از فابریکات و رشته‌های اقتصادی را در اختیار سرمایه‌گذاران خصوصی و جهان خارج قرار داد. خودش در سال 1368 باعث مرجع تقلید اهل تشیع 12 امامیه قرار گرفت. آدم مبتکری بود، یک دموکرات بود، با وجه از اینکه از لحاظ دینی آدم معتقد به مسائل دینی بود، اما در تمام امور زندگی سیاسی، اجتماعی، فرهنگی ایران دموکراسی، آزادی بیان در یک مرجع تا یک حالت رعایت میشد. در شوکات اسلام، در شوکات اهل تشیع تبلیغات کاملا آزاد بود، ولی خب البته یک مقدار مسائل وجود داشت. مهمترین نقاط عطف دوران رهبری او چی بود و این دوره چگونه مسیر سیاسی و امنیتی ایران را تغییر داد؟ یک از ابتکارات بسیار بزرگ آقای سید علی خامنه‌ای مسئله بود که در جنگ سوریه، در جنگ عراق، در جنگ یمن سهم داشت به طرفداری از اندیشمندان و وارستگان فکری و وابستگان فکری خودش. شما شاهد هستین که گروه هایی را که به طرفداری از اینا در روی جمعیت منسجم ساخته بود و شاهد هستیم که در جنگ یمن عربستان سعودی یمن نابود میکرد، ولی طرفدارای جمهوری اسلامی ایران و اهل تشیع تانستن که یمن از تجزیه یمن، دو یمن بود، یمن شمالی، یمن جنوبی بود که علی عبدالله صالح از یکش بود، دیگه یمن دموکراتیک بود. در تو یمن اتحادش مدیون کارمی آدم است و در نتیجه گروه های نیابتی که در اوج ایجاد کرد تانست که عربستان سعودی را از موافقانه از جنگ نجات بده کشور یمن.
همچنان در سوریه شما شاهد هستین که در سوریه و عراق نیروهای ساخته داعش یا دولت اسلامی العراق و شام که مخفف از داعش میشه توسط خب نیروهای معلوم نیست کجا ایجاد شد، ولی برخی نویسندگان به این باور است که سازماندهی و ساختنی از اسرائیل و امریکا هستند. با مال اینا تقریبا برخی زیاد از عراق سوریه را در اختیار داشتن. ابتکار آقای خامنه ای موجب شد که با ایجاد گروه فاطمیه و از نیروهای مختلف اهل تشیع با ویژه از یک تعداد تشیع اهل افغانستان تانستن که تمام قدرت و نیروی دولت شام عراق داعش در منطقه یک تقریبا ازملال و نابود کنه و موجب از این بزرگترین ابتکار که در منطقه کرد و الا شما می‌بینید که کشورها در دامن داعش که یک سازمان تروریستی این تاریخ خطرناک بود غرق میشد. دومین مسئله پشتیبانی از غزه، از آزادی مردم فلسطین و کار بسیار ابتکاری که کرد در روی از اینا دفاع کرد. نه عامل اصلی که اسرائیل نتونست کشور فلسطین نابود کنه ایجاد خود به اصطلاح حرکت اسلامی شام حرکت الاسلامیه که حماس مخففش است، حرکت مقاومت الاسلامیه در تقویه از این نقش داشت و از اونا افزار جنگی فرستاد تا اونا تانستن از خاکشان در برابر تجاوز اسرائیل. اگر حماس و کمکای ایران به حماس نمی بود نه مصری کار کرد نه عربستان سعودی، کشور اسلامی همه سکوت کرده بودن و امروز واقعا فلسطین غرق در تجاوزات اسرائیل میشد و اندیشه‌های خیلی بزرگ تطبیق میشد. بفرمایید. میخوایم بپرسم که چی عوامل باعث شد که علی خامنه ای به یکی از تاثیرگذارترین و در عین حال بحث برانگیزترین رهبر منطقه تبدیل شود؟ دلیل اصلی از آگاهی خود از این شخصیت مهربانی که داشت، شاعر بود، نویسنده بود. شما توجه کنین محافل شعر و که در دربار از یا به اصطلاح بگیم در دفتر از ایجاد میشد، در هر هفته یک بار تمام دانشمندان و شاعرای زبان فارسی از افغانستان، ایران و تاجیکستان جمع میشدن، مورد تفقد و ستایش قرار می گرفتن، جایزه ها برشان داده میشد. این آدم باعث یک کسی که طرفدار در فراموش نکنیم که دوران از این آدم دوباره فرنگستان ایران ایجاد شد، توجه به چاپ کتاب و آثار زبان فارسی دوباره صورت گرفت. فرنگستان زبان فارسی در برابر واژه‌های عربی، انگلیسی، فرانسوی واژه سازی صورت گرفت. خدمات بزرگ در قدم نبرد زبان فارسی دوران علت اصلی محبوبیت از این آدم بسیار ملایم بود و با فیصله‌های اعلامیه جهانی حقوق بشر احترام می‌گذاشت. مسئله اتمی شدن ایران به طور قطع مانع اصلیش همین بود. اگر ایران وقت اتمی میشد و طرفدار صلح بود، طرفدار دموکراسی و آزادی یک مقدار بود و طرفدار از این بود که یک مقدار در ایران مردم به اصلاح، خب البته محدودیتایی که در تمام جوامع بشری وجود داره، محدودیتات به اهل تشیع اثنا عشریه هم وجود داشت که خب طرفداران شاه فعالیتاشون اکثرا به خاطر که دست به کارهای نادرست میزنن شما دیدید که اغلب جاسوسای اسرائیل و آمریکا برآمدن محدود ساخته بود. در جریان انقلاب 1970 که 75 که 76 که ایران انقلاب اسلامی کرد، در اون دوران نیروهای چپ و دموکرات با ویژه حزب توده ایران، حزب طوفان، حزب به اصطلاح بخشای دیگه مختلف مثل چریکی‌های خلق فدایی خلق، مجاهدین خلق، اینا هم فعال بودن. اما خب در جریان مبارزات دوران خمینی اینا همشان از سیاست حذف شدن متاسفانه. اما خامنه ای دوباره زمینه‌ها را طور مساعد ساخته بود که احزاب سیاسی را که طرفدار اسلام بودن و با اسلام و دموکراسی که اندیشه خود از یادم بود معتقد بودن، دوباره اجازه فعالیت داد. اما به هر حال خب در جوان مسائل وجود داره که بگذاریمش برای تاریخ قضاوت بعدی از این که گفته شما چرا باعث یک شخصیت محبوب استفاده شد. آثار از یادم توجه به اسلام بسیار آزاد و دموکراتیک با اسلام یا استفتاءات ازی و خود توضیح مسائل ازی که متعلق به خود ازی است، بسیار دشواری هایی که دوگم بود در اسلام و بسیار بخشایی را که موجب جلوگیری از حقوق زن، آزادی اطفال، اینا را به یک مقدار تقلیل داد. و حتی شما می‌بینید که در ایران زن با یک روسری بسیار عادی میگه در اواخر رو هم رها کرده بودن. در تمام امور شئون کشور سمت یکی از عوامل خوب محبوبیت هم این مسائل بود. بفرمایید. میخوایم بدانم مفید صاحب که سیاست ها و دیدگاه های علی خامنه ای درباره افغانستان چی بود از نظر شما؟
خب در مورد افغانستان همیشه در دوران جمهوریت مناسبات نیکو و حسنه با افغانستان داشت. مشترکاً در قلقم نیروهای تروریستی داعش در دو طرف همکاری صورت گرفت و وقتی که در افغانستان جمهوریت از بین رفت نسبت به حاکمیت موجود به تفاوت ماند. یعنی نه مناسبات دیپلماتیک اگر نگرفت، یک مقدار مناسبات سیاسی محدود در شوکات وجود داشت. تجارت با ایران کاملا مستقل وجود داره، هیچ وقت مانع تجارت در ایران نشد. امکانات خوب را بندری را در بندر وقتی که پاکستان بالای ما بندر گواد رو بندر کراچی رو بسته کرد، امی کشور ایران بود که مسائل بندری کشور ما را حل کرد و در بندر که به این منظور ایجاد شد تقریبا بر افغانستان یک مقدار زیاد کرنش کرد. تجار مالش اکثر محصول بسیار پایان آورد. خب این کارها خدمات را که انجام داد واقعا در هیچ دوره علیه افغانستان نفت بندش نکرد، باعث خودشان در کشورشان نفت جریه میشه جبربندی میشد بر افغانستان به قیمت بسیار پسان. حتی در دوران که تنگه هرمز بسته بود به افغانستان نفت به قیمت بسیار پایان صادر میکرد، نفت خام و نفت برنت. خب این کمکایی بود که ایران نسبت به افغانستان همیشه داشته و تقریبا باعث که 4 میلیون تا 5 میلیون مهاجر افغانستان در ایران است. گاهی چهره ها و شخصیت های افراطی بنیادگرای ضد افغانستانی در ایران فعالیت میکرد، اما خود شخص خامنه ای در این مورد به برخورد بسیار ملایم و دوستانه داشت. حضور گسترده مردم و هیئت‌های خارجی در مراسم تشییع جنازه علی خامنه‌ای چی پیامی برای منطقه و جهان داره و این تصویر چی معنایی برای امریکا و اسرائیل داره؟ ما میخوایم نظر لورا شرمن که امروز در CNN نشر کرده خدمت شما عرض کنم. این نویسنده که یک مسلمان نیست در جریان آیین به اصطلاح خاکسپاری شادروان خامنه‌ای رهبر پیشین ایران در تهران شرکت داشت. میگه که مردم 100,000 میلیون ها نفر رقم خود از اوست که در این مراسم از سراسر ایران و جهان اشتراک کرده بودند، از عراق، از سوریه، از یمن، از عربستان سعودی، از قطر، از دوحه، از مسقط، ابوظبی و مسلمانان پاکستان، حتی مسلمانان هندوستان رای سفر پیموده بودند در این آیین خاکسپاری شرکت کرده بودند. بیانگر محبوبیت است. افزون بر او رهبرای اکثر کشورهای جهان به طور مثال من چند تا نمونه ها را میگم برای شما. از تاجیکستان رهبرش، ازبکستان رئیس جمهورش، قرقیزستان رئیس جمهورش، از پاکستان رئیس جمهور صدر اعظم پاکستان آقای شریف، رئیس به اصطلاح در تشکیل آقای که به اصطلاح مشمول در فارسی در پشتو لوی دریسیز میگنش اشتراک کرده بودند و به همین ترتیب از کشورهای مختلف جهان با سطح مختلف اشتراک کرده بودند که نماینده G7 یا کشورهای پیشرفته جهان که است، نماینده کشور چین، از روسیه و به همین ترتیب از کشورهای مختلف افریقایی، آسیایی، اروپایی در آیین خاکسپاری از اینا شرکت کردند که بیانگر از این است که در بین جهان و مردم جهان محبوبیت خاص خود داشت. البته این رهبر یک بخش از مذهب اسلام پور به نام اهل تشیع و اثنا عشریه 12 امامیه میگن، این باعث رهبر محبوب از اینا بود. از اون لحاظ اهل تشیع از سراسر جهان به آیین خاکسپاری تقریبا با گونه‌های مختلف اشتراک کرده بودند. آقای مفید، به نظرتان از این مراسم تشییع جنازه علی خامنه‌ای چی پیام به امریکا و اسرائیل میرسه؟ کسی از به نام طه حسین در مدرن پلیسی او یک گپ بسیار زیبا در نوشته خود بیان میکنه. میگه که بر از یک آموزش شد که مرگ از نه تنها که برای نابودی ایران انجامید، بلکه وحدت ملی در ایران، وحدت مردم و هماهنگی مردم در دفاع از کشورشان زمینش فراهم ساخت. هیچ وقت مردم ایران به این اندازه به اصطلاح گرد هم مشترک نبودن، با این اندازه از وطن و خاکشون دفاع نمیکردن، با این اندازه متحد نبودن. گفتم این زمینه را برایشان فراهم ساخت. درس بزرگ است که نباید با رهبران کشورها مسخرگی کرد، نباید ترور کرد. در حقیقت یک ترور بسیار وحشتناک است که اگر زمینه فراهم شود و زمینه‌های اسرائیل ایران بتواند در مراجع ملل متحد، باید سازمان دهندگان از این ترور و شمول اون پیلوتایی که
کسایی که راکت فاید کردن، راکت های که متاسفانه با راکت های تامهاوک به شهادت رسیدن، باعث قاتلان و جنایتکاران باید معرفی شوند، به شمول کسی که دستور داده، به شمول کسی که سازماندهی کرده، به شمول کسی که انداخت کرده و تعداد زیاد رهبران ایران به شهادت رسانده. اینا باعث تروریستا و آدمکشا باید محکمه شوند. در شرایط کنونی پس از پایان دوران رهبری او، جمهوری اسلامی ایران به چه سمت سوی حرکت خواهد کرد؟ خب آموزی که از مرگ از آدم به یادگار گذاشته شد، وحدت در مردم ایران بود. بعد از جنگ مردم ایران متحدانه در سراسر ایران از وطنشان، از خاکشان، از مردمشان دفاع کردند و این درس عبرت بر امریکا شد و اسرائیل شد که تمام امید از اینا که تغییر رژیم بود به خاک یکسان شد و این تمام جهان تایید میکنه. چرا طرح فکری بود در نزد ماه هوت قرار بری شد که تا تمام به اصطلاح تمام رهبران از اینا شهید کشته میشن و ببخشید 19 اسفند یا 19 ماه هوت درست است یا ماه فوریه، تمام از اینا باعث و موجب شد که ایران متحد شوند. امروز نتیجه شکست ایالات متحده آمریکا در جنگ، شکست اسرائیل در جنگ و شکست کشورهای عربی که از آمریکا دفاع میکردن در جنگ، امروز تغییری که در اوضاع منطقوی به میان آمده، تغییری که کشورهای عربی در تمام مسائل فعلا مسائل صلح منطقوی را مطرح میکنن و طرفدار دیگه توجه آمریکا به مسائل نیستن، طرفداری اسرائیل بسیار پایان آمده. حتی پیمان را به نام پیمان ابراهیم گرفته بودن، کاملا دولت سقوط قرار گرفته. اینا عوامل است که از دست جنگ عبدت ایران برای امریکا و اسرائیل بوده. بخشید یک بخش آخر که محبوبیت اسرائیل در تمام جهان نابود شده، اتحادیه اروپا که حامی و کمک کننده بزرگ، دونر بزرگ بر اسرائیل بودن، خوشبختانه موضوعگیری خود کاملا تغییر دادن نسبت به جنایاتی که اسرائیل در غزه و در ایران کرده. کشورهای عربی موضوعشون تغییر خورده. اسرائیل فعلا رهبرایش خود آقای نتانیاهو رئیس صدر اعظم و وزیر دفاع سابقش باعث جنایتکاران جنگی در محکمه بین‌المللی ها مورد پیگرد قرار گرفتن. اینا دستاوردهایی است که متاسفانه در فرآیند امی جنایاتی که در غزه کردن، جنایاتی که در اسرائیل در ایران کردن، اسرائیل و آمریکا هر دوشان تجدید شدن ایالات متحده آمریکا که باعث سردمدار جهان بود. امروز اتحادیه اروپا مخالف شده تمام مسائل. بله آقای مفید، با معذرت که حرف شما را قطع کردم، دقت وقت است. این مذاکره که فعلا در دوحه جریان داره، به نظر شما علی خامنه‌ای زمانی که زنده بود به همچین مذاکره رضایت داشت یا خیر؟ آقای خامنه‌ای در تمام مذاکرات سهم داشت. ببینین برجام از سیاستایی بود که ایران در دوران حاکمیت می آدم نمایندهش را با ایالات متحده آمریکا دید و در نشست‌های برجام سهم می‌گرفتند و در تمام مذاکرات و مسائل نماینده ملل متحد فعال بود. هیچ وقت آقای خامنه‌ای مانع مذاکرات نشده بود، ولی خب فقط طرح فکریشی بود که با آمریکا در شرایطی که طرح‌های ما رو بگذاریم مذاکرات مستقیم کنیم. طرحش همین بود، مخالف مذاکرات نبود، اما میگفت که شرایط و شروطی را که ما گذاشتیم با این شرط‌های ما را مفید صاحب، اینمی شرط‌هایی که فعلا در مذاکرات هست میان ایران و امریکا، به نظرتان قبول علی خامنه‌ای در آن زمان بود یا خیر؟ بدون شک می بود، برای که فرزندش سید علی خامنه‌ای مذاکرات تایید کرد، ملاقات با نماینده امریکا را تایید کردند، ملاقات مستقیم در پاکستان صورت گرفت بین نماینده امریکا و نماینده ایران. خود در مذاکرات دوحه پریروز گرچه مستقیم نبود و تحت وساطت نماینده پاکستان و قطر مذاکرات صورت گرفت. در این مذاکرات توافق صورت گرفت که مسائل جنبه‌های مسئله سر جنبه‌ها. ببینید توافقنامه‌ای که رئیس جمهور ایران با آقای ترامپ اردوش دستین امضا کردن به توافق نماینده از اینا رسیده بود. تلاشایی که خود رئیس جمهور ایران، وزیر خارجه آقای عراقچی، رئیس مجلس نمایندگان ایران آقای قالیباف، اینا تلاش‌های است که فرآیند می رسیده. آقای خامنه‌ای هم اجازه میدادم، خاتمی و هم فرزندشان مجتبی خامنه‌ای هم اجازه دادن و این به نفع ایران است. خب اگر مذاکرات امروز مستقیم نبود، باز دوباره غیر مستقیم شد. چرا در پاکستان مذاکرات مستقیم انجام شد و در اینجا غیر مستقیم انجام شد؟ این هم کدام دشواری نیست. مسئله سریع که فعلا متخصصان و کارشناسان
هم در سه اتمی، هم در سه اقتصادی، هم در سه امنیتی این مسائل بررسی میکنن. امی که برای اولین بار یک خط ارتباط امنیتی تفاهم بین سنتکام و سپاه پاسداران ایران ایجاد میشه تا دیگه سوء تفاهم نشه، تا دیگه یکی علیه دیگه استفاده نظامی نکنن. همین دستاورد تماس مستقیم است. همین لحظه که ما شما صحبت میکنیم هر حادثه که در منطقه ایجاد شود کانال مستقیم بین سنتکام و سپاه پاسداران ایران ایجاد شده و این تماس مستقیم است با طریق دستگاه مخابراتی. او برش میگه کدام راکت از کجا آمده، او بر از او میگه کجا آمده، او میگه کدام کشتی ها بره. حال سوی تفاهمات میخوان به تفاهم حل کنن. این بزرگترین دستاورد این ملاقات همین ایجاد یک خط ارتباط تفاهم میان سنتکام و سپاه پاسداران ایران است. سپاسگزار هستیم از حضور شما در برنامه دکتر حمیدالله مفید، استاد دانشگاه آگاهی روابط بین الملل از هامبورگ آلمان. این بود بحث امروز که تقدیم شما گردید. تشکر از توجهتان. وقت بر شما خوش.